وقتی به جنگ جهانی دوم فکر می‌کنید چی به ذهنتون میاد؟ یه درگیری نظامی؟ خب حتما. یه تراژدی انسانی؟ 100%. ولی اگه بهش به چشم یه ریستارت یا بازنشانی بزرگ نگاه کنیم چی؟ یه بازنشانی خشن و کامل برای کل دنیا که تاریخ مدرن رو برای همیشه تغییر داد. خب، بیایید یکم عمیق‌تر بشیم. وقتی جنگ تموم شد، این دیگه یه سوال نظری نبود. این واقعیتی بود که میلیون‌ها نفر باهاش روبرو بودن. واقعاً چطور میشه یه دنیای کامل رو از دل خاکستر دوباره ساخت؟ برای اینکه بفهمیم بازنشانی سال 1945 چی بود، باید برگردیم به صلح نصف و نیمه سال 1919. جالبه که بدونید بذرهای دومین جنگ جهانی دقیقاً همون لحظه کاشته شد که اولین جنگ تموم شد. یه لحظه به سنگینی این شرایط فکر کنید. اینا فقط یه سری قانون برای تموم کردن جنگ نبودن نه، اینا رسما یه تنبیه بود. آلمان کل مستعمراتش رو از دست داد، مناطق استراتژیکش رو ازش گرفتن، ارتشش رو عملاً از بین بردن و تازه یه صورت حساب گنده هم گذاشتن جلوش. یه صورت حسابی که معلوم بود اقتصادشون رو تا سالها فلج میکنه. اما از همه بدتر این ماده 231 بود که بیشترین ضربه روحی رو زد، معروف به بند گناه جنگ. این دیگه فقط بحث پول نبود، یه تحقیر ملی عمیق بود. آلمانو مجبور کردن به تنهایی مسئولیت جنگی رو به عهده بگیره که کلی کشور توش درگیر بودن و ریشه‌های پیچیده‌ای داشت. آلمانیا به این پیمان میگفتن دیکتات، یعنی یه صلح تحمیلی. چرا؟ چون اصلا پشت میز مذاکره نبودن که حرفی بزنن. یه سری شرایط رو گذاشتن جلوشون و گفتن امضا کنید. همین. این حس بی‌عدالتی مثل یه آتیش زیر خاکستر بود که سالها روشن موند. و خب اون آتیش زیر خاکستر قرار نبود برای همیشه همونجا بمونه. مشکلاتی که از جنگ جهانی اول حل نشده باقی مونده بودن از بین نرفتن، بلکه منفجر شدن و یه جنگ خیلی ویرانگرتر رو به وجود آوردن. سرعت بالا گرفتن جنگ واقعا وحشتناک بود. از حمله به لهستان تو سال 1939، شکست فرانسه تو سال 1940 تا حمله به شوروی و پرل هاربر تو سال 1941، این درگیری خیلی سریع از یه دعوای اروپایی تبدیل شد به یه جنگ واقعی جهانی. تا سال 1945 اون نظم قدیمی و اون امپراتوری‌های قدرتمند اروپایی کاملا نابود شده بودند. اما درست وسط همین هرج و مرج جنگ یه تغییر خیلی حیاتی تو قدرت جهانی داشت اتفاق میافتاد. تغییری که یه مأموریت مخفی که شاید کمتر در موردش شنیده باشید بهش سرعت بخشید. اسم این مأموریت تیزارد بود. سال 1940 بریتانیا داشت به تنهایی برای بقا می‌جنگید. اونا که حسابی به کمک احتیاج داشتن، یه قمار باور نکردنی کردن. کلیدای پادشاهی تکنولوژیکشون رو دادن دست دوستای آمریکاییاشون که اون موقع هنوز بی‌طرف بودن. و آمریکایی‌ها هم خوب میدونستن چی گیرشون اومده. یه مورخ آمریکایی اسمش رو گذاشته ارزشمندترین محموله‌ای که تا حالا به سواحل ما رسیده. میدونید این فقط یه لطف دوستانه نبود. این رسما انتقال قدرت بود. و عجب گنجینه‌ای هم بود. رادار پیشرفته که مسیر جنگ هوایی رو عوض کرد، طرح‌های اولیه موتور جت و حتی دانش پایه‌ای که برای ساخت بمب اتم لازم بود. اینا فقط یه سری سلاح نبودن. اینا سنگ بنای برتری تکنولوژیکی و نظامی آمریکا بعد از جنگ شدن. با این انتقال قدرت و با نزدیک شدن جنگ به پایانش، رهبران متفقین به اون همه ویرانی نگاه کردند و مصمم بودند که اشتباهات پیمان ورسای رو تکرار نکنن. اونا به یه نقشه برای یه صلح پایدار نیاز داشتن. این بار رویکرد کاملا فرق می‌کرد. هدف تنبیه نبود، بازسازی بود. طرح مارشال حدود 13 میلیارد دلار که اون موقع یه عدد نجومی بود، خرج بازسازی اروپای غربی کرد. این یه جور سرمایه‌گذاری استراتژیک بود تا دموکراسی‌های پایداری بسازن که هم در برابر کمونیسم مقاومت کنن و هم شرکای تجاری خوبی بشن. همزمان یه دفترچه قانون اقتصادی جدید هم نوشتن، سیستم برتن وودز. ایده‌اش ساده ولی انقلابی بود. همه ارزهای اصلی رو به دلار آمریکا که پشتوانش طلا بود وصل کردن. این کار جلوی اون نوسانات شدید ارزی و جنگ‌های تجاری رو که به رکود بزرگ و در نهایت به جنگ دامن زده بود می‌گرفت. خب این نمودار رو ببینید. شاید در نگاه اول یکم خسته کننده به نظر بیاد، ولی داستانی که تعریف می‌کنه واقعاً باور نکردنیه. داستان ثبات.
ببینید مارک آلمان، پوند بریتانیا، فرانک فرانسه، همه‌شون مثل میخ به دلار آمریکا چسبیده بودن. این یعنی چی؟ یعنی پیشبینی پذیری. یعنی یه شرکت یا یه تاجر میتونست برای آیندهش برنامه‌ریزی کنه. بعد از اون همه سال هرج و مرج و آشوب، این پیشبینی پذیری یعنی همه چیز. و نتیجه هم داد. تحلیل‌های اقتصادی نشون میده کشورهایی که کامل وارد سیستم بریتون وودز شدن، یه افزایش 43% تو تجارتشون با همدیگه داشتن. ثبات، رفاه به همراه آورد. خب، ته این داستان بازنشانی بزرگ جهانی چی شد؟ یه دنیای جدید، قطعاً. ولی دنیایی با قوانین و البته مشکلات جدید خودش. این بازنشانی اما یه سری بدبستان هم داشت. از یه طرف باعث شد ده‌ها رشد اقتصادی بی‌سابقه داشته باشیم و نهادهایی مثل سازمان ملل شکل بگیرن. ولی خب حل کردن یه سری مشکلات جدیدی به وجود آورد. دنیا حالا دوشقه شده بود، درگیر جنگ سرد بود و آمریکا و دلارش هم مرکز همه چیز بودن. و این ما رو میرسونه به یه سوال نهایی و خیلی مهم. سیستمی که از دل خاکسترهای جنگ جهانی دوم بیرون اومد برای همون زمان طراحی شده بود. اما حالا که ما با چالش‌های جهانی خودمون روبرو هستیم، باید از خودمون بپرسیم آیا اون معماری 80 ساله هنوز هم نقشه مناسبی برای دنیای امروز ماست؟